بیا تو 2 دقیقه بهت یاد بدم دنده های هوندا 125 خودت بچین. آقا یه نکته رو قبل چیدن دنده ها بگم، تمام دنده ها رو قبل از چیدن حتما بشورید که پرسه نداشته باشه، حالا یا با بنزین یا به قطع شویی که تمیز بشه. ما چون این انجین واسه تست و کلیپ گرفتن داخل مغازه است و تایم کلیپ هم واسه همون مهمه که زیاد نشه، داخل کلیپ این کارا رو انجام نمیدیم، حالا شما حتما انجام بدین. اول یه واشر پهن داره که این به این صورت کف انجین روی توری قرارش میدیم. دنده هرزگر هندل رو میذاریم و یه واشر دیگه روش میذاریم. از این واشرها فراموش نشه، حتما بذارید. دنده 1 رو میذاریم و این بوشای وسط دنده رو هم حتما یادتون نره که بذارید، اینا فراموش نشه. دنده 3 و محک دنده رو برمیداریم و مجدد یه واشر روی دنده 1 قرار میدیم و دنده 3 رو میذاریم سر جاش به این صورت. این دنده 2 هستش و هرزگرش. خب حالا نوبت شفت دنده است که تو این مرحله میذاریمش. موقع جا زدن یه خورده شفت رو تکون بدین که بره سر جاش و قرار بگیره. این محکا رو هم مواظب باشین موقع جا زدن در میان که باید بره داخل توپ دنده. حالا محک دنده 2 رو به این صورت سر جاش قرار میدیم. ببینید اینطوری لبه محک رو داخل توپ دنده باید قرارش بدیم و میله محکا رو از این قسمت با کمی فشار میزنیم بره سر جاش. و آخرین دنده یعنی دنده 4 رو قرار میدیم و هرزگر دنده 4 که روبروش هست. از این واشرای روی هر دو شفت هم فراموش نکنیم که جزو مهمترین کاراست موقع بستن گیری بوکس موتور. واشرها سایزاشون با هم دیگه فرق میکنه. موقع باز کردن دقیق واشرها رو ببینین که کدوم مال کدوم شفت هستش. و آخر کار حتما شفت رو بچرخونید که دنده ها باید اینطوری همینجور که میبینین روون بچرخه. اگر روون چرخید قاب رو جا بزنید. البته قبل جا زدن قاب واشر قاب رو حتما عوض کنید. از مهمترین نکته ها موقع جا زدن قاب تنظیم کردن خالهای روی دنده تایمه. ببینین روی دنده بالا و پایین تایم 2 تا خال قرار داره که باید دقیق روی همدیگه قرار بگیرن و موقعی که دنده ها به هم کلاف میشن اون 2 تا خال روی دنده تایم دقیق بیفته روی همدیگه. ببینید الان به این صورت. تمام این طریقه چینش دنده های داخل گیری بوکس هوندا.